عضله سازی کن ولی بدون مکمل. خیلی ها میگن که بدون مکمل ها نمیشه به حجم عضلانی دلخواه رسید، اما آیا واقعا میشه با تغذیه طبیعی عضله سازی کرد و به نتیجه مشابهی دست یافت؟ بریم با هم ببینیم. عنصر اصلی پروتئین. بدن برای ترمیم و ساخت عضلات به پروتئین نیاز داره. پروتئین طبیعی در گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماهی، لبنیات و حبوبات وجود داره. نکته: اگه میزان مصرف پروتئین کافی باشه میشه به صورت طبیعی نیاز عضلات رو تامین کرد، جدا از بحث مالی که خب همگی میدونیم هزینه های زیادی داره. مکمل ها راهی سریع‌تر. مکمل های پروتئینی مثل وی راهی سریع و راحت اما نه ضروری برای تامین پروتئین مورد نیاز هستند. با این حال پروتئین از طریق منابع غذایی طبیعی نیز قابل تامین است و مکمل ها بیشتر برای راحتی و تسریع در تامین پروتئین استفاده میشن. کربوهیدرات و چربی. کربوهیدرات ها و چربی ها برای انرژی و حفظ عملکرد بدن در طی تمرینات ضروری هستند. مصرف منابع طبیعی مثل برنج، سیب زمینی، نان سبوسدار، آجیل ها و روغن های سالم مثل زیتون و نارگیل میتونه نیازهای بدن به این درشت مغذی ها رو تامین کنه. ریکاوری سریعتر با مکمل های زیادی به بهبود ریکاوری و عملکرد کمک میکنن، اما بدون اونا هم میشه عضله سازی کرد. اگر رژیم غذایی متعادل باشه و استراحت کافی داشته باشید میتونید نیازهای ریکاوری بدن رو به صورت طبیعی تامین کنید. آیا تغذیه طبیعی کافیه؟ بله، در صورتی که میزان پروتئین، کربوهیدرات و چربی‌های سالم رو به صورت کافی و متعادل دریافت کنید میتونید عضله‌سازی موثری داشته باشید. مصرف مکمل‌ها ضروری نیست، اما برای راحتی و سرعت بیشتر مفیدن. پس آیا بدون مکمل ها میتونیم عضله سازی کنیم؟ بله، عضله سازی بدون مکمل ها امکان پذیره، ولی با رعایت یک رژیم غذایی متعادل و سرشار از پروتئین و درشت مغذی‌های طبیعی و استراحت کافی میتونید به نتایج مطلوبی برسید. مکمل ها میتونن کمک کننده باشن اما جایگزین تغذیه طبیعی نیستن. در نهایت من لیلی هستم. ممنون میشم سابسکرایب کنید و ویدیو رو ارسال کنید برای دوستان.